سلام و درود دارم خدمت یک از شما عزیزای بیننده. امیدوارم در هر کجایی که هستید پاک شمامت جور صحتمند باشین. خوش آمدید در برنامه از ما که امروز آمدیم در بازارچه صنایع دستی زنان که اینجا کلا خانم‌ها مصرف صنایع دستی است و امروز خواستیم که برای شما یک برنامه آماده بکنیم و حالی هم موریم داخل از خدای از این خانم‌ها گپ بزنیم که برای از ما شما چه گفتنی های خواهد داشت. سلام و درود دارم خدمت یک از شما عزیزای بیننده. امیدوارم در هر کجایی که هستید پاک شمامت جور صحتمند باشین. خوش آمدید در برنامه از ما که امروز آمدیم در بازارچه صنایع دستی زنان که اینجا کلا خانم‌ها مصرف صنایع دستی است و امروز خواستیم که برای شما یک برنامه آماده بکنیم و حالی هم موریم داخل از خدای از این خانم‌ها گپ بزنیم که برای از ما شما چه گفتنی های خواهد داشت. با اونا همکاری کنم. خب بسیار خوب. باز اینی صنایع دستی که از موردوزی استایید چیزارم در کامپیوتر کنید؟ بله ها، اینا را در خانه ما برای خانم ها مواد توزیع میکنم، اونا برای ما کار میکنم و ما برایشان فیصدی تعیین میکنم، هم فیصدیشان دادن اینا رو تحویل میگیرم. خب بسیار خوب. خب 7 ماه میشه که دکان گرفتین نه؟ باز همینجی که کار میکنید کرایه دکان خودت برآورده میتونید یا نه؟ خب طبیعی است، گهگاهی خوب است، گهگاهی بد است. کار دکان طوری هست که یک روز اگر باشه یک روز هم نیست. اینطور آدم تامین کردن نمیتونه که من در کل ماه میتونم درآمدی داشته باشم. خب اجرا خرید و فروشی کارگاه هنری در این دوره امارات خوب بود یا قبل از اون؟ خب طبیعی است که قبل از امارات خوب بود، به خاطر که وقت مردم بودجه داشتن برای خرید و فروش محصولاتی که من دارم اینجا. فعلا همه که در فکر همون به دست آوردن روزی خود هست، نان خود، لباس خود که همون را چطوری آماده کنن هست، ولی کم شده نسبت. بسیار خوب. خب همشیره از لحاظ امنیت چطورین در این دوره؟ خب از لحاظ امنیت همه دوره ها را میتونم بگویم که مشکلات خودش را دارن. نمیشه بگویم که واقعا ما در او دوران عالی بود کارم و هیچ مثلا تهدیدی برام نبود، نه اینطورم نبود و فعلا هم همونطوری هست. دوست رفت آمد داره، تهدیدهای بیجات هست وجود داره. خب حال نمیشه کارش کرد. چی کار میکنین؟ چی جور میکنین؟ چی روی دست دارین در او؟ فعلا یک دونه چی هست، پوش گوشی هسته که من سرش کار میکنم، از مشتری هستن باید اینا تحویل بدم. خب بسیار خوب. خب خیلی زیاد تشکر. خوش آمدید. خوش باشین، سلامت باشین. خب دوستا حالی هم موریم یگان کس دیگر رو پیدا بکنیم از این دکاندارا که قبل از ما و شما چی گفتنی های داره و درباره از این صنایع دستی خود چی موگه شما هم در ادامه برنامه قبل از ما یک جایی باشید. خدا جون کنید. اون میساز خاصه شده که حالی بازم میتونم دوزی بگیرم و خاله سلام، خوب هستی؟ سلامت باشی. خاله خدا دمو بیننده های معرفی کنید کی هستین؟ چقدر دیر میشه دکانداری کردین؟ به نام خدا سارا اندیش هستم. اینجی بامیان 8 ماه میشه که دکان گرفته. خب بسیار خوب. خب اینجی دکان شریکی یا تنها از خودن شما؟ دکان شریک هسته. 3 شریک هسته. 3 شریک دمی دکان هستین همین؟ خب بسیار خوب. خب 3 شریک هستین، شاید دوی شما خیاطی کنید رقم که 2 دانه ماشین هم اینجا اشتین سر میز. خب بسیار خوب. خب چطور علاقه پیدا کنید در دکانداری که دکان بزنید؟ خب کدام کار نبود، حالی که سعی میکنیم مردم بیکار است. دختران که از مکتب خطا خورده در خانه بیکار است، زنان بیکار است. باز من مجبوری دیگه آمدیم یکم تون پیسه که داشتیم امور آوردیم در دکان کرا کردیم. اول خیلی در پیسه کم تون رخت آوردی کلاجر کردی چند جوره را بازار که فروختی، باز من پیسه خود جمع کردی دیگه به سرش اگر قدر پیدا کنیستی آوردی. یعنی یک ذره پیسه خود چی که در کمتر کردیم چون پرپور کردیم دیگه در مزه زحمتی که جمع. یعنی از کم شروع کردین تا نامختا در دکان از 8,000 روپیه شروع کردیم. از 8,000 روپیه داد 8,000 روپیه کرایه دکان اول ندادیم. باز اینجا خیاطی هم میکنید دیگه اونجا مجرمه میبینیم نه؟ یک اینی پیرانو هم که جرمه که
میدید امی یارا دمی جیدمی خودن چی میکنید؟ خودمون جرم میکنیم تو لگش خودمون از این رقم جرم هم کار میکنیم جرم هایی که سری بخمه لوتی که جرم خود اصل جرم که مگم متزیم از این پیرانای ازارگی هم دیدیم در طرف بودازه. خب بیا خندازی ها خودن چی میکنید امی خامه کار یاد کرم میکنید؟ قبلا خودمون هم مودفتیم مالی که در اینجا مودیم اگر روزایی که کاری خیاطی نداشتیم مودزیم روزایی که بس کار خیاطی داشتیم منتو میدیم دیگه تصرف کرام میدین نه؟ خب بسیار خوب چطور حالی کلا امی دسمالای چیه نه؟ قدیمی؟ آره گلسیب گلسیب امزیا پیرو کردین جور کردین چطور مشتری داره ما؟ یا اول بهار خوب بود یعنی میزی گلسیب بخیر رواج شدن اول بهار خیلی زیاد نخریده اگر کسی چی بود همزی گلسیب نخرده یعنی با آخری تابستان که شدن یه چی گلسیب ولی کم شده باز ولی یعنی جرم دوزی زیاد شده. خب کم کم همو رسم و رواج های سابقه برو شده نه؟ سابقه برو شده. شما هم که نام خود دکان شما بخیر دمو فرهنگ و لباس های قدیم که بود در موزه میشینه دیگه پیرل بخمل خالدار اکتایی کنیم چادرهای بافتگی های قدیم بافتگی زیاد باید موافقه دنزی در کتانا خامگنی خواب بسیار خوب خیلی خوب تار در این جگان چیز هم مو بافین؟ تار دسمال دست جور میکنی دسمال دست جور میکنی و اونجا دسمال است بسیار خوب اونو چیاری که من گیر ورد سرخمیری جور میکنیم تیکه هایی که اینا از چی خیاطی بر میشه من چی یا ریزه شه باز ورد میگیریم سرخمیری جور میکنیم بسیار خوب بسیار خوب خب حالا خیلی زیاد تشکر وقت از سر زیاد نمیگیری تو دکاندار هستی اینالی مشتری جور بشن شما سلامت بشین دیگه خوش آمدین خوش بشین خداحافظ شما دو سالی هم مریم که یگان کسی دیگر رو گیر بکنیم که او بلی از ما و شما چی میگه این قیمتی 3.5 این کارزانه دیگه او قدر قیمت نیه دمو دیزی چیز دیگه کمی ارزان تر کن نه دیگه این نداره چیز بخی سر باشه گفتیم کمی 300 بیده میره خیلی او قدر چی میکنی 20 روپا مالات 20 روپا 330 روپا که دستان شد دستان شد هره هم خیلی چی میکنید نه؟ دکان شما کرایه داره یه در کرام میدین خیلی هم سال که از این باید یخش دماره زمستان چی بله دیگه این ماده میدی که رسیم که زمستان اینجا یخ میشه ما چی چاره کردیم دیگه بخاطر که اینجا آفتاب هم نداره سرد است بهاره که خوبه خیلی جای خوبی هم هست در بهار ولی زمستان دیگه شیشته نمیشه خیلی یخه خود دیگه اردوی شما سم بید خب دست خاله مگذاره مراد که شما خب شکر خدا این دکان شما هسته این خاله شد که امی توانی هم زیاد اردو نداشت شاید لازم داشته باشه که بخره شما اردو دیگه سودا و فراق خود کنید من با اجازه شما مورم تشکر از اردوی شما خواهش میکنم خدا حافظ شما هیچ چرا هم اجازه نداری شوی دیشت دکانداری کنی در گپ زده تو اجازه ندارم کس که زن خب نه نقشه تلویزیون سری کنم بابا بار بیاین تجار که نمک بگده شو هم تو در دست بی سعودی موری همین تلویزیون هم در آمد یعنی ما بومدید در بی منای قصیش من بخندیدی میرس نه بس کرگی ما چادر بلند تجار شش نه من بروش دل شهر اینجا که میشم من کن انا تو شاید دوست نکنم
دختر تی خیلی رزگرده استفاده میکنی سلام همشیره خانم مایه دیگه خوابک کرد. حالا چادر میخریدی؟ چادر میخرم اما 2 دانه نیست. یه چنده؟ 12 دانه یا جوره؟ 1 دانه خب همشیره خود دما معرفی کنید و بگید که چقدر دیر میشه که امی دکان گرفته. نام مسا زهرا حلیمی دیگه دکان 2 ماه میشه گرفتیم. 2 ماه میشه دکانداری میکنین؟ خب چطور شوق علاقه پیدا کردی که دکانداری کنی؟ شب وقت داشتیم دیگه بس دکان چی پیدا نمیشد باز اینجا خب غرفه رانی یه غرفه را یگو دولت داشت ما کمک کرده یگو موسسه یا خودتون شما خریدید؟ خودمون ما خریدیم. خب بسیار خوب. از طرف یگو موسسه حمایت کرد شما را که رقم میدهی صنایع دستی یا که فعالیت خانم ها هستن؟ نه دوباره ما حمایت نکردیم. خب بسیار خوب. خب یعنی چیزای قدیمی است در دکان شما دسترخوانه نه؟ دسترخوان است یعنی بیگ است یا خودتون شما جور کردین یا که خریدین؟ یارا خریده خودمون جور نکردیم. میگه میاش خودمون جور. یاش خودتون شما جور میدن؟ میاش خودمون جور. بسیار خوب. چی کار میکنی حالا خودتون؟ سر چادر یا پایچه هزار؟ خب باز زیت چیزا را ایر کرایی کد منی یا کد منی در دکان خرکس که بخره؟ ایر کد منی در دکان من مرکز خرید. خب بسیار خب تشکر خیر ببینی. سلامت باشید. خب دوستا این بود برنامه از ما. امیدوارم که از برنامه امروزی از ما خوشش آمده باشد. اگر خوش دید که می رقم برنامه‌های از ما ادامه داشته باشد شما لطفا کانال یوتیوب از ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، نظرات خود نقل از ما شریک بسازید تا برنامه بعد و دیدار بعد یک شما رو در لایک پاک و بنیاز می‌سپارم.